چرا بیاد؟ اینجا بازارچه قوام‌الدوله یا بازارچه شاپوره. بازارچه قوام‌الدوله بازارچه‌ای در محله قزوین که از دروازه‌های چهارگانه شهر تهران بوده در دوره صفویان. در دوره ناصرالدین شاه قاجار برای توسعه شهر این دروازه رو تخریب میکنن و این بازارچه به دست میرزا عباس خان قوام‌الدوله در دوره ناصرالدین شاه قاجار ساخته میشه. بازارچه قوام‌الدوله در ضلع شرقی خیابان شاهپور یا همون شاپور قرار داره. تا حدود 300 متر از بازارچه شکل معمول و طاق آجوری بازارچه‌های قدیمی خودش رو حفظ کرده و بقیه به صورت یک کوچه بدون طاق در اومده. این بازارچه به فیلخانه هم شهرت داره. چون وقتی در دوره فتحعلیشاه انگلستان به هرات حمله میکنه برای جلب نظر و حمایت فتحعلیشاه یه هدیه عجیب بهش میده که شامل چند تا فیل و کرگدن بودن. در واقع سر شاه مملکت رو با این چند تا حیوان شیره میمالن و به راحتی خامش میکنن. این فیل و کرگدن ها در یکی از عمارت‌های این کوچه نگهداری می‌شدند که به نوعی میشه اولین و نخستین باغ وحش شهر تهران. بازارچه شاپور یا قوام‌الدوله در محله سنگلج قرار داره و سبک معماری بازارچه یکی از نمونه‌های درخشان معماری ایرانی در دوره قاجاری است. در حال حاضر هم خیابون شاپور پاتوق ویتامینه ها و کبابی ها و چگرکی هاست. سفارش بدید. ما یه 4 میگیریم با یه خدا نمی‌فهم. هیچ خیلی شیرین.